یکی از بهترین آموزش‌های دونات که میتونی توی اینستاگرام پیدا کنی همینه. تا آخرین آموزش با من باش. خمیر مایه رو با آب ولر مخلوط می‌کنیم، 20 دقیقه بهش استراحت میدیم. داخل یه ظرف جدا تخم مرغ، شکر، روغن جامد، شیر، بهبود دهنده اسپونسد، نمک، وانیل، آب لیمو، اینا رو با هم دیگه خوب مخلوط می‌کنیم. بعد اینکه مخلوط کردیم آرد رو بهش اضافه می‌کنیم و در آخر خمیر مایه رو اضافه می‌کنیم. با دست خوب ورز میدیم. شل سفتی خمیر رو با آب یا آرد میزان می‌کنیم. بستگی به آرد و منطقه‌تون داره که آبخورش کم باشه یا زیاد. بعد اینکه خمیر رو آماده شد، لای پلاستیک 20 دقیقه بهش استراحت میدیم و بعد به ضخامت 3 میل پهنش می‌کنیم. به صورت مثلثی برش می‌زنیم و به این صورت پیچ می‌کنیم. بعد اینکه پیچ کردیم توی دیس مورد نظرمون کمی آرد می‌پاشیم و به این صورت می‌چینیم. بعد 2 ساعت استراحت که به این حجم رسید سرخش می‌کنیم. دقت کنیم موقع سرخ کردن باید اول روش بپزیم و بعد پشتش. بعد اینکه سطح روش سرخ شد برگردان می‌کنیم تا اون طرف دیگه‌ش هم بپزه. بعد اینکه سرخ کردیم و گذاشتیم کامل سرد شد، به این صورت داخل شکلات نوتلا پایپ می‌کنیم. آموزش این مدل دونات هم توی پیجم هست.